توی این مدتی که چکاپ شدن خبرهای خیلی خوبی از سمت پزشکا و جوابای آزمایش دریافت نکردین و نگرانین و بهتون گفتن که نیاز به چکاپ بیشتر و آزمایشات بیشتره. سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان، یاران دوست داشتنی و همراهان محترم کانال فال آرتمیس. امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون سرشار از عشق و آرامش باشه، حال دلتون کوک باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم با یک انرژی خانی جذاب دیگه که مربوط میشه به اتفاقاتی که به لحاظ مالی، کاری، شغلی و روابط احساسیتون قرار هستش که در اردیبهشت ماه اتفاق بیفته. یه نکته رو خدمتتون بگم عزیزان، به دلیل اینکه این انرژی خانی به طور کلی راجبش صحبت میشه، بنابراین شما عزیزانی که این ویدیو رو میبینید و شنونده هستید، هر قسمت از صحبت‌های من که موافق با شرایط و اوضاع کنونی شما بود و شما دیدید که واقعا این نکته‌ای که دارم میگم الان در خصوص شما صدق میکنه، پس همون قسمت مربوط میشه به شخص شما. حالا شما کل این فال و انرژی خانی رو گوش میدید و اون چیزی که برابری میکنه با شرایط و اوضاع کنونی و فعلی شما، همون قسمت مربوط میشه به شخص شما. قبل از هر چیز لطفاً این برای اینکه انرژیتون با انرژی من همسو همگام بشه، نتیجه واضح و روشنی رو که میخواید بگیرید، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که به محض اینکه ویدیو جدیدی به اشتراک گذاشته شد مطلع بشید و بتونید که استفاده کنید. منتظرتون نمیذارم، لطفاً نیت کنید که این انرژی خانی رو شروع کنید. ببینید عزیزان، برای اون دسته از دوستانی که مادرشون، حالا یک شخصی که نسبت خونی نزدیک باهاشون داره، میتونه که خواهر، مادر و یا حتی خاله باشه. همون چیزی که به نظر من خیلی بولدتره مادر هستش. در بستر بیماری هستن و یا اینکه توی این مدتی که چکاپ شدن خبرهای خیلی خوبی از سمت پزشکا و جوابای آزمایش دریافت نکردین و نگرانین و بهتون گفتن که نیاز به چکاپ بیشتر و آزمایشات بیشتره و همین امر باعث شده که شما و اطرافیان این خانم کمی نگران بشین و روز به روز هم داره با شنیدن حرفای پزشکا و چون جوابهای مختلف و متفاوتی رو دارید میشنوید باعث شده که دلشورتون روز به روز بیشتر بشه. باید بگم که در ماه اردیبهشت، حالا تا پایان ماه دیگه تمام آزمایشاتی که باید گرفته بشه جمع‌بندی میشه، تمام جوابها رو کنار هم میگذاریم و خوشبختانه از طریق یکی از آشنایانتون پزشکی معرفی میشه به شما که جواب قطعی و نهایی رو به شما میده و نگرانی به طور کلی از وجود شما، از فکر شما خارج میشه و میبینید که همه چیز و حتی سلامتیشون به روال گذشته برمیگرده و هیچ بیماری خطرناکی وجود نازنین مادرتون رو تهدید نمیکنه و یک آرامش فوق‌العاده‌ای تا پایان اردیبهشت ماه قرار هستش که سراغتون بیاد. یک خبر تلفنی بسیار خوشحال کننده رو دریافت خواهید کرد تا 3 وعده آینده. باید بگم که این تلفن مربوط میشه به روابط احساسی و عاطفی. شخصی هستش که شما خیلی دوستش دارین ولی الان در حال حاضر توی یک رابطه احساسی باهاش نیستین، یعنی پارتنرتون نیست، اما
کسی هستش که در گذشته خیلی بهش حس خوب داشتین و این آدم از زندگیتون، یعنی از رابطه احساسی با شما خارج شده، ولی حس شما بهش همچنان خوبه و از اونجایی هم که این جدایی خیلی دوستانه، خیلی قشنگ و تمیز بوده، گهگاهی با هم در ارتباط هستین، از حال همدیگه با خبر میشین و حالا یه مدتی بوده خبر نداشتین، تا 3 وعده آینده تماس تلفنی از این آدم خواهید داشت و اصلا اون روز همش خنده روی لبتونه و روزتون رو میسازه حرف زدن با این آدم. برای اون دسته از عزیزانی که توی رابطه احساسی و عاطفی بودن، یک قهر و دعوای خیلی شدیدی داشتن، به طوری که میتونم بگم که این رابطه کات شده و این شکلی با هم صحبت کردیم که دو طرف مثلا گفتیم که دیگه نمیتونیم ما این رابطه رو ادامه بدیم، امیدی به بهبود این رابطه نیست، خدا نگهدار، با هم خداحافظی کردیم. ولی از همون لحظه و زمانی که شما با هم دیگه رابطتون رو کات کردین و بهش خاتمه بخشیدین، به شدت از همون روز احساس دلتنگی میکنین برای هم دیگه و هر دو طرف رو دارم عرض میکنم، میگید که اشتباه کردیم، چقدر تصمیم عجولانه گرفتیم، ولی از اونجایی هم که هر دوتون مغرورین، دلتون نمیخواد، این غروره اجازه نمیده که برگردید و اعتراف کنید به دلتنگی، به اشتباه برای این تصمیم عجولانه، ولی از دلتنگی برای هم جفتتون واقعا دارید هلاک میشید. باید بگم که تا 5 وعده دیگه تو همین اردیبهشت ما به شکل عجیب و غریب و باور نکردنی روبرو هم دیگه قرار میگیریم و یعنی هیچ کدومتون لازم نیستش که این شکلی شرایط پیش نمیاد که بخواید مسیج بزنید یا حالا تماس داشته باشین، به شکل باور نکردنی روبرو هم دیگه قرار میگیرید و همون یه لبخنده کافیه که دوباره به هم برگردید و رابطه ای رو که دیگه فکرشو نمی کردید که بخواد مجدد استارت بخوره، دوباره به هم تنیده میشه و روزای خوبی در انتظار شماست. برای اون دسته از عزیزانی که یه کاری میخوان انجام بدن، مربوط میشه به مسئله کاریتون، یک تصمیم گیری باید بکنین که بسیار مردد و دودلین. از طرفی ببینین این شکلی هستش که یه حالتی مثل سرمایه گذاری داره، این شکلیه که اگر این کار رو انجام بدید و بگیره این کار، سود مالی بسیار زیادی در انتظار شماست و به لحاظ مالی یه تغییر خیلی حسابی خواهید داشت. اما از اون طرف اگر که این کار بخواد اون چیزی که شما فکر میکنین اتفاق نیفته و کار نگیره، متضرر میشین، ضرر مالی خیلی زیادی میبینین. به خاطر همین هست که مرددید که آیا این کار رو انجام بدید یا نه. حالا این ورق داره به شما چی میگه؟ میگه که توی تصمیم گیریتون اصلاً عجولانه این کار رو انجام ندین، بهتر هستش که در حال حاضر این کار رو به زمان دیگری موکول کنید، چرا که انجامش الان برای شما متاسفانه اون نتیجه دوم رو به همراه خواهد داشت. پس لازمش صبره، لازمش این هستش که با آدم هایی که در این زمینه تجربه زیادی دارن مشورت کنین، بیگدار به آب نزنین و همه جوانب کار رو در نظر بگیرین که انشاءالله بتونین که اون نتیجه اولی رو داشته باشین. پس الان اگر مردد هستید، به اون تردیده برای انجام ندادنش احترام بگذارید و به زمان دیگری موکول کنید. برای آقایی که با این مشخصاتی که دارم میگم، پسر سبزه‌ای که موهای مشکی فرفری داره و
کم سن و سال هم هست و خیلی خوشتیپ، یک پسری هستش که خیلی تیپش بروزه، پسری هستش که ساز میزنه و یک جوان سبزروی خیلی بامزه هنرمند با موهای مشکی حلقه حلقه. ایشون در دام عشق زنی گرفتار شده که از خودش خیلی بزرگتر. این خانوم من فکر میکنم که خیلی، حالا 9 سال 10 سال اختلاف سنی دارن، 10 سال خانوم بزرگتر هستش و یه جورایی خانوم میشه بگی که برای فان، برای سرگرمی با این آقا وارد مراوده شده. مثلا به نظرش بامزه است، به نظرش خوش انرژیه، به نظرش چه صدای خوبی داره، چقدر خوشگل ساز میزنه، براش فانه واقعا ارتباط با این آدم و یه موقع‌های هم اذیتش میکنه. هر موقع حالش خوبه این آدم کنار خودش میخواد حالا بخونه، حالش رو خوب کنه. هر موقع هم که حوصله‌شو نداره واقعا جواب زنگ و پیاماشو نمیده. این جوان بسیار داره از این رابطه آسیب میبینه، اذیت میشه و واقعیت ماجرا هستش که نمیدونه کجای زندگی این خانم قرار داره. من بگم که برای شما تا پایان اردیبهشت ماه قطع ارتباط با این خانم وجود داره، چون که خودت اتفاقی میفته تا پایان اردیبهشت ماه که متوجه آسیبی که از سمت این خانم داره بهت وارد میشی و میتونی که پا بذاری روی احساساتت، عاقلانه تصمیم بگیری. میگم اون اتفاقه باعث میشه که اصلا بدت بیاد و چشمات به روی حقیقت باز بشه، متوجه بشی که تا اینجای راه رو هم مسیر رو اشتباه اومدی و این رابطه رو قطعش کنی. حالا با این که من دارم میبینم بعد از ترک این ارتباط و خاتمه بخشیدن بهش از سمت شما، باز این خانم برمیگرده، باز میخواد که به این ارتباط برگرده، اما دیگه شما اون آدم سابق نیستی و ایشون رو نمیپذیری و همینجا باید بهت بگم که بهترین تصمیم رو میگیری. البته که اختلاف سنی رو من نخواستم بگم که دلیل بر این هستش که بخواد این ارتباط تموم بشه یا به خاطر این موضوع گفته باشم بهترین تصمیم. نه، با توجه به نوع ارتباط و با توجه به اون چیزی که این خانم از این ارتباط میخواد و براش فقط فانه خدمتتون عرض کردم. برای دسته از عزیزانی که گره و مشکل دارن، حالا این گره و مشکلی توی هر زمینه میتونه باشه، مالی، کاری، احساسی، فرقی نمیکنه. عزیزانی که دست به دعا برداشتن، خدا رو مدام دارن صدا میزنن، توکل و توسل کردن. ببینید عزیزان، من وقتی میگم نذر الزاماً به این معنی نیستش که حالا شما ذکری رو بخواید گفته باشید. همین که یک عهد و پیمان و میثاقی شما با خدای خودتون بسته باشید، مثل که خدا جونم فلان اتفاق بیفته دیگه این کارو نمی‌کنم یا فلان کارو انجام میدم، یا حتی نذر به شکل ذکر باشه، نمیدونم خریدن هدیه برای حالا نیازمند، هر چیزی رو که تو با خدای خودت صحبت کردی برای اون مسئله مورد نظرت، باید بهت بگم که تا 3 وعده دیگه حاجت روا میشی، به مراد دلت میرسی و باید نذرتو ادا کنی. بسیار برات خوشحالی بزرگ میبینم. برای اون دسته از عزیزانی که توی رابطه احساسی عاطفی عمیق هستن، مدت زمان زیادی میگذره، بین خودشون یه قول و قرارایی واسه ازدواج هم گذاشتن، باید بگم که توی این ماه اردیبهشت ماه زمینه و شرایط برای اینکه این رابطه خیلی جدی‌تر بشه و حالت رسمی تری پیدا بکنه پیش بینی میشه. بسیار عالی هستش از سمت مردی که یک مقام دولتی داره. ببینید واسه اون دسته از عزیزان عرض میکنم، آقایون جوانی که
سفارش کردن، سپردن به کسی برای اینکه مشغول بشن جایی برای کار. باید بگم که مردی هستش که شغل و مقام دولتی خیلی رد بالایی داره و با شما آشنا هست، بهتون قول داده که هر کاری از دستش بر بیاد براتون انجام میده. باید بگم واقعا این اتفاق میفته و واقعا این آشنای شما به وعده خودش عمل میکنه و من دارم میبینم که شما سریع میزی نشستی و داری قراردادی رو امضا میکنی تا پایان همین اردیبهشت ماه اتفاق میفته و برات بسیار خوبه. برای اون دسته از عزیزانی که درخواست وام دادن، حالا یا وامه یا اینکه مثلا از این صندوق‌های قرض‌الحسنه باید که اسمشون برای وام در بیاد و مدت زمان زیادی منتظر بودین و واقعا الان براتون دسترسی به این وامه، به این پوله براتون دیگه الان حیاتی شده، پای آبروتون وسطه و خیلی منتظرین. باید بگم که تا پایان اردیبهشت ماه، یعنی برای خرداد، اول خرداد قرعه به نام شما میفته. حتما که این پول به دست شما میرسه و اون گره و مشکلی که باید حل بشه و به نوعی میشه بگه آبروی شما در گروه گرفتن این وام هست اتفاق میفته و یک نفسی از سر آرامش و راحتی میکشیم و بسیار براتون عالیه. ببینید عزیزانم، برای اون دسته از آقایونی که به شدت عاشق شدن، دل بستن، مدت زمان زیادی میگذره از این که دل دادن به معشوق ولی شرایط و امکان این که بخوان به وصال یار برسن برشون وجود نداشته، حالا چه به لحاظ مالی، کاری و چه به لحاظ این که اون استانداردهایی رو که خانواده دختر میخوان رو این آقا نداره، یعنی هی براش سنگ میندازن یا حالا دلایل خودشون رو دارن و هر چقدر که شما سعی کردی، تلاش کردی، نتونستی که رضایت خاطر خانواده دختر رو جلب کنی و میگه که یه موقع هایی که با خدا درد و دل میکنی میگه خدایا اصلا انگار من بندت نیستم، اصلا انگار خدا منو نمیبینه، انگار منو خلق نکرده، انگار منو دوست نداره، هوامو نداره، پس من اگر که تو رو صدا نزنم، به تو نگم، چیکار کنم؟ بعد میگه تو خلوت خودت میگه من چیکار کردم که خدا منو نمیبینه، چیکار کردم که منو دوست نداره؟ بعد بهت بگم که اصلا این شکلی نیست. خداوند حواسش توی تک تک لحظه های زندگی تو به تو هست و خداوند تمام بندگانش عاشقانه دوست داره و بهشون عشق میده، مهر میده، حواسش هست. باید بگم که حضورشو با تمام قلبت احساس میکنی، چون که معجزه‌ای اتفاق میفته در اردیبهشت ماه برای تو که به طور عجیب و غریب و باور نکردنی رضایت خاطر خانواده دختر جلب میشه و تو اصلا شوک میشی و اونجاست که سجده شکر به جای میاری و میگی که خدا جونم مرسی که حواست بهم بود، میدونم که عاشقمی و کلا تمام اون چیزی رو که منفی میگفتی به یک باره در درون تو یک انقلابی به پا میشه از خوشحالی و میبینی که خداوند چقدر حضور داره در تک تک لحظه های زندگیت. عالیه برات و وصال یار رو برات میبینم، رسیدن به وصال یار. عرض کنم خدمتتون که برای اون دسته از عزیزانی هم که در شرف کار جدا شدن و طلاق و اینها هستن، تا 2 وعده آینده طلاق اتفاق میفته. ببینید برای دسته از عزیزان عرض میکنم که واقعا زندگیشون با آخر خط رسیده، ادامه این مسیر امکان پذیر نیست واقعا
و هر دو دارن لحظه شماری میکنن برای اینکه مسیرشون جدا بشه به طور رسمی و قانونی و برای اون دست از عزیزان اتفاقا بهترین اتفاقه و تا پایان اردیبهشت ماه انشاءالله این اتفاق میفته و هر کسی مسیر زندگی خودش رو به خوبی و اونطوری که تصمیم میگیره ادامه میده. عزیزانم لطفاً برای انتهای این انرژی خوانی یه تکنیت داشته باشین که یک تکنیت مشخص که ببینیم براتون قرار هستش که چه اتفاق بیفته. بی‌نظیر عزیزان، عالی است. ببینین میگه چیزی رو که الان براش نیت کردین در حال حاضر و در همین لحظه خوب نیست و شما خیلی نگرانین و این تکنیت الان در واقع برای این بوده که آیا این موضوع حل میشه، این موضوع حل نمیشه، استرس دارید، نگرانین و در همین لحظه‌ای که شما دارین این نیت رو میگیرین اصلاً اوضاع و شرایط خوبی وجود نداره. باید بهتون بگم که تا 9 وعده دیگه، یعنی باید یه کوچولو صبوری کنین، اما امضاش به نفع شما زده میشه. موفقیت و خوشحالی در دستان شماست و برای هر چیزی که نیت کردین به زودی زود خبرهای خوبی رو دریافت خواهید کرد. خوشحالی و پیروزی در دستان شماست و برای شماست. خب عزیزان دلم، یادتون نره که عشق جاری است، مسیر زندگیتون سبز و پرنور باشه الهی. خیلی ممنون که ویدیوی ما رو بیننده شنونده بودین. مطمئن هستم که کانال ما رو به دوستانتون معرفی میکنیم، سابسکرایب میکنین. تا درودی دیگر، بدرود همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم.